معین گردید که امروز هم پهلوانان ارزنده البته به دوری اساسی راه یافتند و نیروسنجی های پهلوانان در وزن 60 کیلو در مرحله نیمه نهایی آغاز می‌گردد. البته یک تنتنه با شکوه ایدی گشتین ملی در این نوروزگاه پایتخت طنین انداز بود و توجه میکنیم اکنون به محمد رضا جامی حسن اندکی حالا که به او آگاهی دادن. ای 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 خیلی هم عالی. دوستان گرامی اصولی خیلی هم زیبا جذاب بسیار قوت ما در مسابقه این سالا بسیار تیاری دیده بودیم. طول 3-4 ماه اخیر در ورزشگاه خود تمرین های خود را برای این مسابقه دیده بودیم و خوشبختانه بعد اون مهنت های کردیم همش روی تتم برام تونستم در این مسابقه سزاوار جای اول گردم. یعقوب جان باقیوف پهلوان است که در گشتنی جدا بهرام آفرین حلال آناین آنار زیبایی برد خیلی هم جالب آوادی داری است خلیل زاده صبحدین آناکنون برام برداشته آناکنون در چمپیونات آسیا میانی جوانان قبلا هنگام بدنی به دست آوردش تکنیک یا یک نوبت دیگر حالتی خوبتر و ببینید آناکنون اشتینی سامبو ها هستند راقبان و هواداران گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری اکنون دو قسمت فینالی وزن 100 کیلو است. شمش جو کنید واقعا هم عبرت است و هم ننگ است و هم مبارز لااقل همون قوی بودن فرصت دفاعش را در میدان نشان دهد. دوستان عزیز اکنون نبرد پهلوانان باز هم پرشدت می شود نبرد اینجا رمزی من داشتن اما تیمور رحیموف دستش بالا می شود شو جایزه را صاحب می شود. دوستان عزیز صاحبش را پیدا کرد تیمور رحیموف. حالا به خاطر تیمور رحیموف پدر در وزن جمعی 100 کیلوگرم غالب گشتم و در وزن مطلق این مسابقه قوزمایی کردم و 3 حریف خود دست بالا گشتم و غالب این جایزه گشتم. تشکر خود را به رئیس شهر رستم امالی میرسونم. محض با دستگیری و تشبث آنها این خیل چاره‌بینی ها برگزار می‌گردم برای ما ورزشگران. این به نهایت یک کمکی کلان میباشد.